سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز رو میخوام بهتون یکی از بهترین قطره چکونا رو نشون بدم. چرا میگم بهترین قطره چکون؟ به چند دلیل. یکی اینکه حالت قلاب داره و وقتی که این رو شما داخل لوله 16 قرار میدید این قلاب شلنگ رو نگه میداره و نمیذاره به خاطر گرم و سرما یا فشار زیاد آب قطره چکون بیفته بیرون. حالت بعدی اینه که قابل تنظیمه و شما میتونید تنظیم کنید که چه مقدار آب ازش بیرون بیاد. و دلیل سوم این هستش که داخل خودش حالت ترمز داره و زمانی که شما اینا رو تنظیم میکنید یه حالت صدای تق تق ریزی میده. یعنی حالا توی ویدیو مشخصه یا نه، باید اینم تو ویدیو بیفته، ولی اجازه بدید من اینو بازش بکنم تا بهتون نشون بدم. ببینید این داخلش، میبینید حالت دندونه دار هستش. خب این دندونه ها زمانی که شما تنظیم میکنید این خارای کوچیکی که اینجا هستش، اگه دقت بکنید اینجا 4 تا خار بالا پایین و چپ و راستش اگه دقت بکنید داره، این خارا میفته داخل این دندونه ها و باعث میشه که با فشار آب این مقدار تنظیم که شما انجام دادید تغییر نکنه. و خب قطعا میدونید قطره چکون‌های قابل تنظیم اگه خیلی زیاد آب باز بشه ممکنه بالانس فشار سیستم رو به هم بریزه و آبیاری درست انجام نشه، ولی این مدل قطره چکون چون حالت ترمز اصطلاحاً داره داخلش، تنظیماتش به هم نمیریزه و به خاطر همینی که میگم بهترین مدل قطره چکون هستش. یه دلیل دیگه هم که دارم اینه که جنس و متریالش درجه 1 بازیافتی نیست، یعنی 99% قطره چکونای دیگه بازیافتی درجه 2 و 3 هستن، ولی این مواد درجه 1 هستش. هستن شما اینو از روی رنگ و حالا وقتی بگیرید تو دستتون از روی جنس متریال. من اینو یه ذره بیارم دوربین رو نزدیکتر که بافت این پلاستیک رو شما ببینید، منظورمو بهتر متوجه بشید. ببینید هیچ رگه‌ای روی این قطره چکون نیستش و یه بافت خیلی زیبا و جذاب هم داره که برای اون کسایی که جزئیات کار براشون مهمه، خب این تیپ قطعات با کیفیت میتونه خیلی لذت بخش باشه. یه بار دیگه بگم دلایل خوبش رو که چرا میگم این قطره چکون بهترین قطره چکونه. یکی اینکه قلاب داره، روی شلنگ در نمیره. 2 اینکه قابل تنظیم هستش. 3 اینکه ترمز داره و وقتی شما تنظیم میکنید به همون مقدار دیگه تنظیم میشه، دیگه خودش بازی نمیکنه روی قطعات به خاطر فشار آب. و یه دلیل آخر این که موادش درجه 1 هستش، بازیافتی نیست و تایم خیلی زیادی براتون کار میکنه. اینجوری نیست که مثلا این قطره چکون رو بخرید 2 سال 3 سال دیگه خراب بشه. این قطره چکون این چیز عمری هستش، برای خریدش شک نداشته باشید. هر وقت هم رسوب گرفت بعد یه مدتی، حالا اگه بخواید فیلتر بذارید که خب دیگه رسوب نمیگیره، ولی اگه فیلتر هم نذارید این کلاهکش رو باز میکنید مثل این چیزی که الان انجام دادم و در واقع از این قطره چکون چندین سال میتونید استفاده کنید. باز میکنید، تمیزش میکنید، دوباره میذارید سر جاش، میشه مثل روز اولش.